با عرض سلام، من مستقیم میرم سراغ اصل مطلب که وقت رو دیگه بیش از این خراب نکنم. یه اتفاقی که افتاده در کارهای مهسا و مهسا رو میشناسم از اون طریق، این که حدود چند ماه پیش خانم با همین شکل و قیافه روبرو من قرار گرفت، کاراش نشون من داد و متوجه شدم که یک چیزی درون این خانم وجود داره که به نظر من با بقیه متفاوت. امروز من میخوام در مورد همین تفاوت صحبت کنم که به نظر میاد خیلی از اساتید و خیلی از کسایی که مدرس هنر هستن شاید درگیر تشابه ها در هنر هستن، حالا تشابه ها با استادان بزرگ یا تشابه با کارهای دیگه، که به نظر میاد که تو گستره هنر ما میتونیم به تفاوت ها بیشتر نگاه کنیم و بیشتر بهش توجه کنیم. اون چیزی که من امروز در موردش صحبت می‌کنم از منظر ژیل دولوز فرانسوی هست که ابتدا یه توضیح کوچولو در مورد دولوز میدم، بعد وارد آثار میشم و در مورد آثار از این طریق بهش نگاه میکنم که کمی تخصصی‌تر بتونیم به این منظر نگاه کنیم و پاسخی بگیریم از این قضیه. ژیل دولوز یکی از فیلسوفانیه که ما میتونیم بگیم تغییر اساسی در فکر ما در مورد زندگی، فلسفه و هنر میده. یعنی اینکه ما بخوایم در موردش صحبت کنیم، به نوعی یک نیچه‌ای هست در اواخر قرن 20 که تاثیرگذار هست روی قرن 21 و مطمئنا بر قرن‌های بعد هم تاثیرگذار خواهد بود. دلیل این که من به ژیل دولوز میپردازم چون که دولوز هنر رو در گستره تفاوت‌ها و دیگر بودگی‌ها مورد بررسی قرار میده و همینطور فلسفه رو. یعنی این دوتا رو خیلی زیاد جدا از هم نمیدونه، به خاطر اینکه میگه خود فلسفه هم یک نوع هنر هست، میتونه به گستره های دیگر بودگی رجعت کنه. این فقط بازی با کلمات نیست و ما تجربه گذشته رو فقط بیان نمی کنیم. اون چیزی که مد نظر دولوز هست به نظر میاد که بسیار مهمتر از این بحث های خیلی کوچولویی هست که در عرصه فلسفه یا هنر میشه از دیدگاه دولوز. یکی از بهترین کتابایی که ما میتونیم در مورد دولوز بخونیم در مورد هنرمندها، منطق احساس هست که فکر کنم بیشتر هنرمندهایی که هستن این کتاب رو در باب نقاشی های فرانسیس بیکن نوشته و ما میتونیم به اونها توجه کنیم. اما چیزی که خیلی خیلی مهم هست، ژیل دولوز وقتی در رابطه با هنر میخواد صحبت کنه، میگه تجربه استعلایی و تجربه های گذشته به نظر میاد کاربرد داره در زندگی انسان و در هنر انسان. اما چیزی که خیلی خیلی مهم هست این که آیا این تجربه فقط تجربه استعلایی هست و من تکیه میکنم به گذشته فقط؟ آیا گستره هنر فقط همین رو به وجود میاره؟ اینجاست که خودش رو از بحث فلسفه بقیه جدا میکنه نسبت به بقیه. بیشتر ما میتونیم بگیم بحث دولوز خود فلسفه هست، نه فلسفه جامعه شناسی، نه فلسفه زبان شناسی یا نشان شناسی یا فلسفه روانکاوی. این به نظر میاد خیلی خیلی بحث مهمی هست، چون که دولوز واقعا مطالبی که در مورد فروید هست، در مورد هگل هست و اینها رو قبول نداره، به این دلیل که میدونه که اینها از منظر سابجکتیویسم به هستی نگاه کردن. یعنی من یه سوژه هستم، یک تفکر فعالی اینجای من هست که از این منظر به جهان هستی نگاه میکنم. وقتی من از این منظر به جهان هستی نگاه کنم، پس من خودم رو از جهان هستی جدا کردم. وقتی من خودم رو از جهان هستی جدا میکنم، خودم رو بدبخت کردم. از نگاه دولوزی این هست و وارد عرصه زندگی، هنر و فلسفه نخواهم شد. من وقتی میتونم هنرمند باشم، وقتی میتونم فیلسوف باشم، وقتی میتونم اصلا زندگی بکنم که از منظر سابجکتیویسم به هستی نگاه نکنم. تو این منظر، حالا من شاید خیلی بچه‌ها این رو شنیدن از من، گیاه شدن یا حیوان شدن و از دیدگاه دولوز شنیدن که ما میتونیم به گستره گیاه شدن و حیوان شدن از منظر دولوزی بسیار بسیار نگاه کنیم، زیرا که هیچگاه حیوان به هستی از منظر سابجکتیویست نگاه نمیکنه، چون سوژه فاعل نداره. از طریق غریزی با هستی روبرو میشه و از طریق غریزی میخواد به اون پاسخ بده. بنابراین خب اینجا من به عنوان یه هنرمند چه کاره هستم؟ آیا این صحبتی که داره دولوز میکنه، آیا یک هنرمند هم میتونه این قضیه رو
برای خودش داشته باشه؟ آره میتونه داشته باشه. به این دلیل که هنرمند وقتی وارد عرصه هنری میشه که بخواد از هستی سابجکتیویست خودش جدا بشه، نه که این سوژه تبدیل بشه به یک تصویرگر و یه تصویر رو بساز از مطالب قبلی. خب این دیگه نقاشی نمیشه که. نقاشی وقتی تولید میشه که من به گستره غریزی خودم بیشتر نزدیک بشم. انسان چرا هنر رو کشف کنه از نظر دولوز؟ انسان برای اینکه اینقدر بدبخت است و اینقدر از طریق سوژه خودش رو ذلیل کرده و اینقدر از هستی خالی شده، اینقدر از زندگی خالی شده، اینجا میخواد یک لحظه با اون هستی غریزی خودش ارتباط برقرار کنه. چرا حیوان نیاز به هنر ندارد؟ چون که حیوان تو گستره غریزی خودش هست، اصلا نیاز به هنر نداره. حیوان داره در لحظه زندگی میکنه، در لحظه زندگی به زندگی آرزویی دارد و هر لحظه رو زندگی میکنه. اون انسانه که هر لحظه از آرزویی زندگی چطور میشه خارج میشه. حالا امروز که بسیار بسیار وحشتناکتر هست نسبت به این آرزویی، زیرا که ما اینقدر دغدغه زندگی، پول، نمیدونم ثروت یا هر چیز دیگر داریم که شهرت و بقیه چیزا که ما رو از زندگی تهی میکنه. این تهی شدن از زندگی به نوعی از دیدگاه دولوز یکی از راههایی که شما میتونی به زندگی وارد بشی هنر هست. پس حیوان نیاز به هنر نداره، گیاه نیاز به هنر نداره، چون هنر هستن، اصلا وارد زندگی هستن. تو این عرصه به نظر میاد ژیل دولوز در مورد دیگر بودگی بسیار بسیار صحبت میکنه. اینجا من اگر در عرصه نامتشابه و غیریت صحبت میکنم به این واسطه هست که روز اول که مهسا وارد شد و صحبت کرد، ابتدا فکر کنم یکی دو تا کار نشون داد که توی یکی از کلاس‌های دیگه انجام داده بود. بهش گفتم که این که شما نیستی، به نظر میاد که فلانی باید باشه و درجه 2 و درجه 3 اون استاد قبلیت هست. من چیزی تو این قضیه نمیبینم. گفت یه سری کار دارم که خیلی خیلی کوبونده شده، رد شده، به نظر میاد کسی بهش توجهی نمیکنه. گفتم خب اون کارا رو به من نشون بده ببینم چی هست. اتفاقا شاید یکی از همین کارها بود، احتمال زیاد. شاید هم یه استارتی برای این کارا بود. وقتی نشون من داد گفت که میخوام از این تکنیک‌ها استفاده، چند تکنیک بود کار کرده بود. تو اون کلاس یه دفعه با یه چیز برخورد کردم که به نظر میومد اینجا تفاوتی وجود داره بین این و بقیه نقاشی که من تو کل تاریخ هنر نمیتونم ببینم. میدونید این حتی پریمیتیو بودن اثر، فیگور، به نوعی آدم رو دوچار چالش میکنه. وقتی اینجا میگیم هنر رو به عنوان یک زبان و ارتباط خاص بین خودم و دیگران میبینم، خب اینجا به عنوان یه زبان میبینه، در صورتی که وقتی که اثر رو خلق میکنه اصلا به این زبان فکر نمیکنه. انسانی که در گستره زبان گیر میکنه مطمئناً دچار خیلی خیلی از مشکلات میشه. به نظر میاد قسمت دوم نقاشی های شبیه فکرها و خوابهای هم هستند، خالص، رک، شوخ در ناموز و گاهی بی ربط. اتفاقاً این قسمت آخرش مد نظر من هست که در موردش صحبت کنم. گاهی بی ربط بودن به نظر میاد اینجا یه مسئله اساسی هست. آیا همیشه باید نقاشی ربط داشته باشه؟ ما تو زندگی هم دنبال همین هستیم دیگه، نه؟ تو زندگی میگیم که خب اتفاقا دیروز ما با استاد ولی نژاد و استاد نادری جایی بودیم، ساعت 1:30 شب روی تپه‌ای داشتیم کار میکردیم در رابطه با یه چیزی. اونجا بود که گفتیم فلان که الان به نظر من خوابیده و داره کارش انجام میده تو اتاق و اینا، ما هم که داریم کارا بیهوده انجام میدیم. و اونجا بود متوجه شدیم که واقعا همون بیهودگیه و بی ربط بودنه در اصل زندگی همونه. یه بازی کودکانه است که ما فراموشش کردیم. هنر ما رو وارد این بازی کودکانه میکنه و اتفاقا خیلی هم بی ربطه. با چه زندگی بی ربطه؟ با زندگی معمولی، با انسان‌هایی که دنبال پولن، دنبال کارن، دنبال دغدغه‌هایی هست که جامعه بهشون میدن، متفاوت هست. این زندگی متفاوت با این زندگی. در اصل برای هنرمند اون قسمت زندگی هست که از این دغدغه‌ها آری میشه، خالی میشه. حالا تو اون غیریتی که دولوز داره صحبت میکنه، میگه من نمیدونم چجوری میشه که انسانی به خودش اجازه میده که کاری رو انجام بده که این کار به نوعی تکراری از گذشتگان باشه.
اگه انسانی در گستره فعلیت خودش قدم برداره و این انسان خودش باشه، مطمئناً میتونه آثاری خلق کنه که اصلاً مهم نیست که این آثار از لحاظ خوب بودن خوب هست یا بد. مسئله اینجاست. اینجا به نظر من خیلی از اساتید دنبال این هستن که یک اثر ناب، یونیک و خیلی خاص خلق بشه و دانشجو رو زیر فشار قرار میدن. حالا یک سری اطلاعات از گذشته دارن، اون اطلاعات گذشته باعث میشه که ببینن این که چه تشابهایی تو این اثر مثلا با کار پیکاسو وجود داره، با کار مثلا مونک وجود داره، با کار مثلا بکمن وجود داره یا کارهای دیگه. حالا بیان اون تشابه ها رو بولد کنن و این فرد رو تبدیل کنن به یک فرد دست دومی مثلا مثل فروید. اما اینجا یه تفاوت وجود داره. اگر من به اون گستره زردی که اونجا بود حالا فروخته شده که من اون روز دیدمش و این روز نمیبینمش و یکی از آثار قدرتمند به نظر من مهسا بود و اون کسی که اون خرده احتمالاً خیلی خیلی هوش بالایی داشته، شما با یک گستره زردی روبرویی که اصلاً تو تاریخ هنر همچین گستره زردی نمیتون روی یک تابلو ببینی. یعنی حتی در انتزاعگرها هم من همچین چیزی نمیدم. بعد یک دفعه یه فیگور میاد اون پایین قرار میگیره با این سنگینی خاصش، بعد شما دچار شوک میشید. امروزه چیزی که در هنر ما بسیار بسیار کم هست شوک. ما مقابل آثار قرار میگیریم که حالا میگیم خب حالا این کارو انجام، چقدر شبیه کار پیکاسوه، چقدر قشنگه، چقدر خوبه، ولی مقابل آثار قرار نمیگیریم بگیم من هیچی ندیدم. حالا این هیچی ندیدم آیا واقعا شما توی گستره فضای دو بعدی که ساختار دارد، ما با یه ساختار روبرو هستیم و این ساختار یه ترکیب بندی و این ترکیب بندی عناصر توش قرار میگیره که تبدیل میشه به ساختار اثر. خب باید بالاخره یه چیزایی هم تو این اثر وجود داشته باشه که این اثر رو ما بگیم اثر خوبیه. بالاخره ما یه گستره پیشینی داریم که از طریق اون به نقد میشینیم، فقط دنبال تمایزها و تغایرها نیستیم. اینجاست که ما متوجه میشیم تونسته اون وجوه اساسی خودش رو با کار یکی بکنه و کاری به وجود بیاره که یک و تنها است. حالا تو فلسفه دولوز برمیگردم. فلسفه دولوز یه جایی هست که نیچه صحبت در مورد ایلیاتگری صحبت می‌کنه که ایلیاتی هن، اشایری هن. خیلی باحاله. هیچ ساکن نیستن، دائما در حال سفر هستن. مثل زندگی شهری نیست که شما بری سرکار دائما یک جای خاص، دوباره بیای تو خونه دائما یک جای خاص و همیشه چالش داری با خودت، اصلا زندگی نمی‌کنی. به نوعی اتفاقی که تو اون میفته تو هنر هم میتونه بیفته. یعنی من وارد گستره‌های تمایز و تفاوت‌ها میشم حتی تو وجود خودم که نمیتونم یکی باشم، نمیتونم یک جا سکنا بگزینم، من دائما در حال تغییرم. برای همین هست که مثلا تو کار فرانسیس بیکن میگه خب سر مال بدنه ولی کله میتونه سر مال کله باشه. خیلی جالبه، یعنی تفاوت کله و سر رو اینجا داره به ما نشون میده دولوز. میخوام بعداً وارد این آثار بشم که بفهمید که تفاوت کله با سر خیلیه. من با یه سر روبرو نیستم، با یک چیز فیزیکی روبرو نیستم. کله اون چیزیه که داخل سر قرار داره و این سر باعث میشه که این کله رو ما نبینیم درست. ما با یک چیز فیزیکی روبرویم که هممون تکراری میبینیمش. خب این سر اصلیه، ولی آیا داخل این سر چیه؟ اون کله‌ای که متفاوته، اون کله‌ای که دوچار تنشه، اون کله‌ای که اکسپرسیو بیان میکنه، اون کله‌ای که میتونه تغایر ایجاد کنه. بنابراین تجربیات من و زندگی من و غرایزی که سرکوب شده و هر چیزی منی ساخته که متفاوتم با بقیه در گستره هستی. بنابراین وقتی تو کارهای مهسا ما روبرو میشیم، ما درست آناتومی میبینیم ولی آناتومی هم نیست واقعا. درست سر میبینیم ولی احتمالاً من دارم داخل اون سر رو انگار با کله روبرو هستم. ما تو کار بیکن وقتی اون کله های شکافته میشه، یک دفعه تغییر ایجاد میشه، متوجه میشیم که بیکن از لحاظ وجودی تو اون سرش واقعا اون تناقض‌های وجودیش رو تصویر میکنه برای من و تأثیر میذاره اون فیگور. بنابراین با فیگوری روبرو هستم، با تنی روبرو هستم که داخل اون تن فرق میکنه با چیزی که بیرون از اون تن هست. بنابراین میتونه به من نشون بده که مثلا اونجا اخوان ثالث رو میبینم ولی هیچ موقع من اخوان ثالث رو اینجوری ندیدم.
هیچ موقع با اخوان ثالث همچین جور روبرو نشدم که اصلا درسته خیلی خیلی رئالیستی نیست، یادم کلاژ باشه، ولی رنگ‌هایی که اومده روش و جاهایی رو پنهان کرده. به نظر من وضوح تو کارش وجود نداره. اتفاقا اون جایی که وضوح ندارد نقطه قوت کار مهسا است. بنابراین تونسته سوال ایجاد کنه با نگاه اخوان ثالثی که حالا تو نگاه عکسی وقتی عکس مطبوعاتی بوده خیلی فرق کنه، وقتی تبدیل به نقاشی میشه تبدیل به یک گستره میشه که ما داخل کله اون رو داریم میبینیم، داخل سر اون رو داریم میبینیم. ما با یک فیگوری مواجه هستیم که خودشه. تمام فیگورها رو نگاه کنیم به نوعی انگار وارد اون سر شده و اون رو خواسته درک بکنه، البته نه اینکه با تفکر اون رو درک کرده، اصلا اینجوری نیست. یه نوع بازیه، با خودش رو راسته، به قول خودش خیلی هم بی ربطه، گاهن هم بی ربطه. واقعا این گسترها هیچ کدوم ارتباطی هم با هم ممکن نداشته باشه. یه کتابی مثلا اونجا یه دفعه یه چیز گردی اونجا، یه فیگوری اونجا، یه گستره سیاهی ممکن اصلا ارتباطی هم با هم نداشته باشه. ما با گستره غیر ارتباط روبرو هستیم. ارتباط بچه مال زبان هست. در فلسفه دولوزی زبان به نوعی گستره غیر ارتباط هست. آیا انسان اولیه که به گستره زبان گرفتار نشده است نمیتونستن با هم ارتباط داشته باشن یا هم دیگر نمیفهمیدن؟ و امروز که ما در گستره زبان دوچار هستیم و تونستیم کلام رو اختراع کنیم، نوشتار رو اختراع بکنیم، به نوعی تصاویر خاصی رو اختراع بکنیم، همه چی رو اختراع بکنیم، آیا انسان امروزی ارتباط بیشتری داره نسبت به هم نوع خودش یا انسان دیروزی؟ انسانی که به گسترهای اینجوری نیفتاده. بنابراین ارتباط چیز دیگه غیر زبانه. زبان یک پوششیه که ما فکر میکنیم ارتباط رو به وجود میاره، در صورت خودش ضد ارتباطه. از نظر دولوز دارم میگم، حالا ممکنه ایشون از نظر زبان شناسی بگن نه زبان باعث محمل ارتباط میشه. خب دیگه بالاخره اونجا ما وارد زبان شناسی شدیم و اون فرق میکنه. بنابراین ما با چیزهایی روبرو هستیم که داخل اون سرها رو نشون میده. ما با کله ها روبرو هستیم، با دفرمه ها روبرو هستیم، زیرا که ما هممون دفرمه هستیم. انسانی که از بچگی وارد هستی میشه چون که خیلی از چیزهاش غرایزش سرکوب میشه، خیلی از ویژگی‌هاش سرکوب میشه و این فرد میتونم به صراحت بگم 80% وجودش خط میخوره روش و میاد این میشه. اون 80% هست که براش تعیین میکنه که اثر هنریش چی باشه، نه اون 20% عقلش. متوجه شدم چی بهتون میگم؟ اون ویژگی احساسی و درونیش تعیین میکنه که اثر هنری چیه. بنابراین برای مهسا اون ویژگی درونی اهمیت داره، اون ناخودآگاهی که اصلا فکر نمیکنه، اصلا شعورمند از لحاظ عقلی نیست ولی شعورمند از لحاظ حسیه، شعورمند از لحاظ ارتباط با خود زندگی، با خود اثر، چون اثر جزئی از وجودمون هست و خودش هم جزئی از اثر. بنابراین کارهایی رو که ما میبینیم، اون فیگورهایی که دفرم شدن از لحاظ رنگی، از لحاظ چهره‌ای، دفرم کشیدگی و اینا ندارن، چون به نوعی یک کلاژ هستن که فقط رنگ اومده روش، اما اون رنگ ها تونستن اون دفرمگی رو ایجاد بکنن تو اون گستره. بنابراین اتفاقی که تو آثار افتاده تو این، حالا من بعداً در مورد کارهایی که کادر متفاوت و کادر شکنی و خیلی از چیزهای دیگه داره در مورد اونا صحبت خواهم کرد، یا ویژگی هایی که اینجا مثلا تو این تابلویی که بچه واقعا سرسری نمیشه، انگار گلوی آدم میگیره میگه من نگاه بکن، شاید هم ردش کنی یا دوباره برمیگرد نگاهش میکنی، انگار یه چیزی توشه که تو رو گیر میندازه. میگه خب این که جلوی وابسته است به اون گذشته است، به اون خانواده‌اش هم وابسته است، یعنی خیلی از ژنتیکش انگار از اون گذشته داره، اما میخواد خودش باشه. آیا تو این جاده میتونه خود خیلی هراس‌آور؟ واقعا زندگی واقعا ترسناکتر از اون حرفیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. شما حس بکن که تو رو وارد یک عرصه کردن و اینجا نگهت داشتن، حالا یه بندی به پاته که به خانوادت وصله، به گذشتت وصله، به جامعت وصله، به هر چیزی که بهش تعلق داری وصله و حالا اینجا باید جدام باشی، خودت باید باشی، تنهایی، تنهاتر از همیشه، هیچ کس تو رو درک نمیکنه. این تنهایی که صحبت میکنم شاید سر کلاس من خیلی در مورد این تنهایی و درس نگاه کنید، جایی انسان متوجه میشه که تنهاست، یکیش مرگه. شما در مرگ متوجه میشی که تنهایی، چون هیچ کس نمیتونه دستتو بگیره باهات بیاد. اونجا تنهایی، خود تجربه شخصی توئه. در درد کسی نمیتونه باهات همراه بشه. ممکنه باهات
یکم دلسوزی کنه، تو رو بفهمه، اصلا فهمی وجود نداره. مثلا درد تو رو کی میتونه بفهمه غیر از خودت؟ درد یک گستره وجودی شخصیه که تو وجودت قرار میگیره. حالا این همون دردی که تبدیل به تصویر شده، همون ویژگی که تبدیل به تصویر شده. من نمیدیدمش، کور بودم، اگر این تصویر نمیشد من نمیتونستم ببینمش. یه نقاش نگاه کنید، تصویر وقتی وارد تصویر میشیم، تصویر خیلی با کلام متفاوته بچه. کلام الکنتر از تصویره، ولی متاسفانه ما به کلام بیشتر اعتماد میکنیم تا به تصویر. برای همین هست که به شعر بیشتر اهمیت میدیم، با شعر ارتباط بیشتر برقرار میکنیم، ولی نمیدونیم که وجودمون با تصویر یکی تره. حالا من فکر کنم تو گستره تصویر و نوشتار استاد نادری بیشتر صحبت کنن و من اینجا رو یک کمی الکن قرار میدم که بتونه تو اون گستره که ایشون صحبت میکنن وارد این گستره بشن که چه جوری میشه که ما تصویر رو اصلا یا کلام رو درک میکنیم. بنابراین آثاری که اینجا هست آثاری هست که من مخدوش شدگی رو توش میبینم. پس ما با فیگوری روبرو هستیم که مخدوشه، با طبیعتی روبرو هستیم که مخدوشه. انگار ما با ایهام و استعاره سر و کار داریم. اصلا هنری که ایهام و استعاره نداشته باشه اصلا از نظر من هنر نیست. هنری که تو رو به فکر نندازه و تو اصلا به کنهش دست پیدا نکنی هنر نیست. هنر اصلا نباید بفهمیش، اگه بفهمیش که هنر نیست، که علمه. هنر که نباید به تو پاسخ بده، که هنر باید بر تو سوال ایجاد کنه، مثل فلسفه است. بنابراین وقتی ناوضوح هست، وضوحی در اثر وجود ندارد، بنابراین داره یک پاسخ رو ازش میگیره، به نوعی داره بر تو سوال ایجاد میکند، تو رو وارد گستره استعاره، ایهام و خیلی از گستره هایی میکنه که جواب خاصی بر اون وجود نداره. بنابراین اینجا یه تفاوتی با گرافیک وجود داره. ما در گرافیک سعی میکنیم که این ابهام ها رو برطرف کنیم، البته که فریب میدیم. اصلا گرافیک یعنی فریب. ما تبلیغ میکنیم که بقیه این جنس رو بخرن، داریم فریبشون میدیم. اما در نقاشی ما با چیزی روبرو هستیم که خود نقاش هست، گستره‌ای از تیکه‌ای از وجودی نقاش هست. حالا اگه گرافیستی هم کار هنری بر خودش بکنه، اونم اونجا وارد همین قضیه میشه. من نمیخوام بگم خود گرافیک متوجه تفاوت گرافیک دیزاین و گرافیک دقیقاً. حالا گرافیک آرتی که وارد میشید دقیقاً شما با تو همین حوزه هستید. بچه‌ای که کار هنری دارن انجام میدن، بچه‌های گرافیک هستن، مطمئنا وارد همین حوزه شدن و همین حوزه رو دارن، چون برای خودشون هم راحته، چون خودشه، راحت تر باشه. بنابراین سفارشی نیست که بخواد دغدغه‌ای داشته باشه. اما میریم وارد کارهایی میشیم که یکی از بهترین کارهاش که مجموعه شخصی زده، خب پالت رنگیش رو آورده گذاشته روی یکی از آثارش، که به نظر میاد که اینجا ما وارد یه گستره میشیم که انتزاعی هست با فیگوراتیو. حالا یه چیز رو پشتشه، ما نمیدونیم مشک، کشک، چی هست، و واقعا من وقتی با همچین چیز روبرو میشم که نمیفهممش بیشتر حال میکنم باهاش. میگم عجب آدمی هست، یعنی ما رو قرار داده روبروی یک اثر که ما باهاش بازی بکنیم و نفهمیمش. دقیقاً توی جهان هم همین هست. شما چرا مثلا جدایی نادر از سیمین مثلا میاد مقام میگیره؟ چون پایانش مبهمه، کسی سوالی براش، همش سوال ایجاد میکنه، پاسخ به تو نمیده. ولی تو گستره نقاشی شما با یک فریم، نه با هزاران سکانس و هزاران فریم، میلیون ها فریم میخوای یه چیزی رو برسونی. تو نقاشی با یک فریم با تمام حرفتو بزنی. کار بسیار سختی داری انجام میدی. شاید اصلا بهش توجه نکنی که این کار سخته، چون وارد یه بازی بچگانه‌ای میشه که کارتو انجام میدی، ولی واقعا این گستره سخت است. به قول اوژن یونسکو، من بیشک به نقاشان حسادت میکنم، چون میدونی یونسکو یکی از بزرگترین نویسنده ها هست، زیرا میتوانند در یک کادر بسیار بسیار کوچک و محدود دنیایی رو چیکار کنن؟ به نمایش بذارن. بنابراین اون چیزی که ما روبرومون قرار میگیره یک دنیایی از یک فرد، یه تیکه‌ای از دنیایی در اون یک فرد که روی تابلو قرار گرفت. کارهایی هم داره که حالا کادراش متفاوت است، که اون من احساس می‌کنم اونجا برمیگرده به رشته معماریش، که اینجا که وارد بینامتنیت میشیم، یعنی ارتباط معماری با نقاشی میشیم، ما با شوک بیشتری روبرو هستیم که به نظر من، از نظر من برای مهسا این مفیدتر هست این قضیه، به خاطر اینکه بازم با گستره روبرو هستیم که شاید کمتر باش روبرو بودیم.
و این رشته لیسانسش بالاخره تو وجودش هست، اون کارهایی که برای معماری انجام داده هست، پس میتونه تو نقاشیش هم چیکار بکنه؟ اون گستره رو نشون بده. من زیاد صحبت نمی‌کنم چون اگه بخوام در مورد خود دولوز باید 3-4 جلسه در مورد دولوز صحبت کنیم، بعد بشینیم به نقد آثار. ولی این چیزی که بهتون گفتم، ما دنبال تفاوت‌ها هستیم. استادی که دنبال تشابه هست به نظر من در انتها وارد یک هیته تکراری بین دانشجوهاش خودش و زندگی خواهد شد. متوجه چه اتفاق افتاد؟ پس استاد همیشه دنبال تغایرها، تفاوت‌ها و دیگر بودگی‌ها هست. دنبال گستره‌ای هست که خودت باش. وقت خودت باشی تو متفاوتی با من و این تفاوت برای من ارزشمندتر از اینه هست که تو کاری انجام بدی که مثل اسلمی باشه، میخوام انجام ندی. متوجه چه اتفاق افتاد؟ این ویژگی به نظر من تو آثار مهسا بسیار بسیار بولد هست. امیدوارم که بیشتر و کارها بزرگتر و بزرگتر، چون که هرچی کار بزرگتر بشه به نظر من تو این دنیایی که شما دارید میتونه اون فرد رو داخل اون کار قرار بده و وارد اون کار بکنه. دیگه کار بیرون از اون فرد نیست و فرد میتونه داخل کار قرار بگیره و تاثیرگذار باشه براش. ممنونم، متشکرم. در خدمت. خب عرض سلام و همچنین عذر از دوستان بزرگی که من اینجا جسارت نکرده باشم خدمت دوستان و اساتید خودم. برخلاف های اسلمی که حالا خیلی به قول معروف در وجه مقابل زبان صحبت کردن، من بیشتر میخوام به زبان و حوزه ارتباط بپردازم و چیزی که ناگریزه، یعنی برای یک انسان خب بخش عمده‌ای از فرایند زندگیش داره با زبان و ارتباط طی میکنه. اما نوع زبان و ارتباط هم خیلی مهمه. ما بیشتر زندگیمون رو با حوزه زبان، یعنی ریشه زبانی، همون ذهنیتمون، هم فکرمون و اندیشمون، روی کردهای زبان ارتباطیمون که همون گفتمان و گفتگو هست طی می‌کنیم. ولی تفاوت عمده‌ای که هنرمند با بقیه آدم‌ها دارد اینه که در بخش ویژه‌ای از زندگی خودش یک زبانی رو انتخاب میکنه که متفاوت هست. یک موسیقیدان وارد زبان موسیقی میشه برای اینکه بتونه بهتر حرف بزنه، یک شاعر زبان شعر رو برمیگزینه، یک نقاش زبان تصویر رو برمیگزینه و بقیه عرصه های هنر. اینجا هم من بحثم بیشتر حوزه تصویر به مثابه زبان و نقاشی هم به عنوان یک رکن اصلی از حوزه فی‌البداهگی زبان تصویر با رویکرد باززایی و نوزایی زبان به واسطه تجربه گرایی برای رسیدن به یک زبان نو و خاص و امضا شده. خیلی نمیخوام وارد حوزه زبان شناسی بشم و بیشترم میخوام در مورد آن چیزی که توی این نمایشگاه میبینیم صحبت کنیم. ببینید اصولا زبان، محمل زبان یا حاله زبان یک ساختار کلی داره، یک ساختار زبانی داره، یک ساختار فرمی داره، یک رویکرد بیانی داره و یک بستر زبانی داره و همه زبان در این مثلث شکل میگیره، مخصوصا زبان تصویر. آن چیزی که ما باهاش ارتباط برقرار میکنیم ساختارهای زبانی است. بعد بیان رو درک میکنیم، بعد بسترها رو تفسیر میکنیم در یک زبانی. اصولا هر زبان تصویری برای اینکه بتونه به یک رویکرد ارتباطی مستمر، خوب و پرچالشی تبدیل بشه و مدام نوزایی و باززایی داشته باشه، یعنی اینکه بتونه فراگیر باشه و در یک محملی قفل نشه و نهایتاً مؤلف خودش را یا اون هنرمند نقاشی که داره با این زبان کار میکنه رو توسعه بده، اون چیزی که بهش کمک میکنه که همیشه به قول معروف قدرتمندتر عمل کنه، تجربه های متفاوتی رو داشته باشه و تجربه های تکراری رو نداشته باشه، بیشک از محمل ساختارهای زبانیش میگذره. یعنی برای محمل ساختار زبان سوار هست. اما ما در
بحثی که آیه اسلمی داشتن، مطمئناً زبان ما را به واسطه قراردادهایی که داره، چون خود زبان ریشه در قراردادها داره، قراردادهایی که داره ما را گیر میندازه. ولی این را یادمون نره که به قول معروف زبان دو وجه داره. ما به عنوان یک آدم با تفکر علمگرایانه یا هنرگرایانه با کدام وجهه زبان میخوایم صحبت کنیم و چرا بعضی موقعها مدعی هستیم که با زبان و هنر داریم صحبت میکنیم، با زبان تصویر صحبت میکنیم، ولی گیر میافتیم، در بن‌بحث ها گیر میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که هر وقت که ما صرفا نگاهمون و وجهه خودآگاه زبان بوده، چون داریم از قراردادها و از چارچوب‌ها استفاده میکنیم، نهایتا در یک یا دو تجربه بیشتر نمیتونیم رشد کنیم و گیر میافتیم. زمانی که از حوزه خودآگاه زبان به سمت ناخودآگاهی زبان رجعت میکنیم و کشفش میکنیم، ناخودآگاه زبانی خودمون یا بسترهای ناخودآگاهانه زبان خودمون رو در حوزه تصویر کشفش میکنیم، مطمئنا یک محملی رو ایجاد میکنیم که برای ما توسعه دهنده هست، تولیدگر هست و بی سقفه. حالا چرا خود همه هنرمندان این تجربه رو داشتن که بعضی موقع ها ما یک فضای ساختاری تجربه گرایانه رو شروع میکنیم و در یک نقطه ما را نگه میداره و زندگیمون میسته، حرکت دیگه نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هنوز داریم اون چارچوب های خودآگاهی زبان رو تجربه میکنیم. ولی بحث سر اینه که آن چیزی که توسعه دهنده زبان یک نقاش هست دانایی هاش، ولی دانایی هاشو بتونه به صورت حل شده در فضای ناخودآگاه زبان ارتباطیش دخیل کنه و اون رو به عنوان یک بستری که زبان جدیدشو میسازه ازش بهره درستی رو ببره. ببینید ما اصولا وقتی که وارد حوزه زبان میشیم و بحث نوزایی و باززایی و تجربه گرایی زبان تصویر داریم صحبت میکنیم، یک چیزهایی به صورت ناخودآگاه و نامحسوس توسعه دهنده این ذهنیت ماست. درسته که تجربه گرایی، تجربه ساختارها خیلی کمک میکنه که ما راهکارهای مختلفی رو در حوزه کاری خودمون پیدا کنیم. مطمئن باشید یک نقاش زمانی بهتر میتونه توسعه پیدا کنه که توی اون کارگاهش مدام داره تجربه میکنه. ولی اگر این تجربه گرایی فقط صرف بر اساس اون قاعده قانونهای آموخته شده و تعلیم داده شدهش باشه، یه جای گیر میکنه، یه جای دیگه از این سقف بالاتر نمیره. ولی کجاست که یک هنرمندی که با حوزه تصویر سر کار داره میتونه از این چارچوب زبانی رهایی پیدا کنه و حل بشه در اون ناخودآگاه زبانی خودش، زمانی که بتونه گذر کنه از این چارچوب هایی که براش شده قرارداد، براش شده نمیدونم قانون، قاعده، بتونه گذر کنه. البته با تکیه بر شناخت درست و علمی که از اینها داره. وقتی گذر کنه میتونه اثر تولید کنه. وقتی که گذر نکنه داره تکنیک رو تکرار میکنه و تقریبا همون چیزی که آیه اسلمی شما مثل دیگران خواهد بود. اثرش اثر دیگران در به قول معروف یک کپی دست سوم چهارمی از اثر دیگران خواهد شد. زمانی شما میتونید از این قضیه بگذرید که بتونید بحث‌های پیرازبانی که به شما کمک کرده تا رشد کنید رو بیارید در حوزه تجربه گراییتون دخیل کنید و حلش کنید و ازش به عنوان یک ضمیمه شخصی استفاده کنید. ببینید توی همین نمایشگاه چیزی که من روز اولی هم که اومدم کارها رو دیدم گفتم یه چیزهایی بهت کمک کرده، یک مباحث پیرامتنی و پیرازبانی به شما کمک کرده. یکی از اون بحثا اینه که یک چیزی به شما کمک کرده که جسورانه تر وارد این کار بشید. یک چیز دیگه که به شما کمک کرده اینه که یک پالت رنگ متفاوتی رو داشته باشید و این پالت رنگت را خب با جسارت استفاده کنید. یک بحث دیگه در حوزه ساختاری بهت خیلی کمک کرده که تجربه های متفاوت داشته باشه. باز همون هم یک حیطه پیرازبانی دیگه که غیر نقاشی بوده تو این اومده در ناخودآگاه تو با فرایند تجربه های تو حل شده و تونسته اینها رو بسازه.
اون چیزی که شاید در یک هنرمند باعث میشه که آثارش یک زبان متفاوت تری رو داشته باشه همینه. اینه که ما چگونه بتونیم گستره دانایی زبانمون رو به صورت ناخودآگاه آغشته کنیم از همه دانش‌ها یا داشته‌های پیرامتنی و پیشامتنی که داشتیم. ببینید خیلی وقتا خیلی از کسانی که وارد حیطه تصویرسازی، نقاشی و بحث هنرهای تصویری میشن اینه که داشته هاشون رو فقط در حوزه آموزش هایی که در حیطه نقاشی داشتن قاب میگیرن، فقط همون مسیر رو حرکت میکنن. ولی اگه شما خوب دقت کنید اکثر هنرمندانی که این قاب را شکوندنش و ازش گذر کردن و چیزهای دیگه ای را وارد این قاب کردن، این ساختاره، این تکنیکه کردن و تو تجربه گرایشون خیلی جسورانه تر از حوزه های دانایی های پیرازبانی شخصی خودشون استفاده کردن، مطمئنا آثار متفاوت تری را خلق کردن، متفاوت تر حرف زدن و متفاوت تر هم اثر تولید کردن. من بحثم اینه که همونطور که آقای اسلمی گفت وقتی که ما درگیر زبان، البته از دیدگاه ما وقتی که زبان میاد یک عقلانیتی به قول معروف زبان رو در خودش احاطه میکنه. من میگم زبان زمانی باززایی میشه، نوزایی میشه در حوزه آثار تصویری اون که بتونید از حوزه عقلگرایی زبان به حوزه ناخودآگاه زبان رجعت کنید. اونجاست اصلا ما نمیخواد دغدغه این رو داشته باشیم که حالا من چجوری داشته های علمی مو در حوزه معماری، داشته های علمی مو در حوزه شیمی، داشته های علمی مو در حوزه نمیدونم فیزیک، داشته های علمی مو در حوزه نمیدونم رنگ شناسی، اینها رو وارد حوزه کاری بکنم تا بتونم یک هنرمندی باشم که مثلا حالا متفاوت‌تر عمل میکنه، با یک ظرفیت دانایی متفاوت‌تری خلق اثر میکنه. اصلا این نیست. ببینید فقط اون جایی که بتونی از چهارچوب زبان گذر کنی، چهارچوب عقلانی زبان گذر کنید، وارد چی میشید؟ حیطه ناخودآگاه زبان میشید. ناخودآگاه شما بخواهید یا نخواهید آغشته است از تمام به قول معروف دانایی‌های پیرازبانی که دارید. اگر من دوره‌ای رو در حوزه سازسازی تجربه کردم، مطمئنا این در به قول معروف مخزن ناخودآگاه من حی و حاضر هست. اگر قسمتی از معماری رو من تجربه کرده هم، این در محمل به قول معروف ناخودآگاه زبانی من حی و حاضر هست. اگر من شیمی خوندم، فیزیک خوندم، ریاضی خوندم یا همه اینها که اصولا چارچوب خیلی منطقی هم دارن، مطمئنا بخشی از لایه‌های ناخودآگاه من رو داره. ولی زمانی اینها کارآمد میشه که من برم تو همون بیهودگیه، یعنی از اون چارچوب‌های قراردادی که برای من داره تعیین تکلیف میکنه که چه جوری حرف بزنم، چه جوری ارتباط برقرار کنم، چه جوری به قول معروف برای من خیلی به قول معروف تشریفاتی تر هست گفتمان من، از اون رهاشم و تو بیهودگی زمان که در حیطه همون به قول معروف ناخودآگاه من هست وارد بشم. وقتی که شما نگاه میکنید مثلا بعضی موقع ها شعرهای مولوی رو نگاه میکنی، میبینی با اینکه داره با چارچوب‌های ادبی خیلی ارزشمند و فاخری حرف میزنه، ولی بخشی از اون شعرهای به قول معروف قدرتمندش زمانی است که از این چارچوب حیطه زبان و کلام فارغ شده، وارد اون ناخودآگاهی از زبان شده که بخش عرفان وجودیشه در برگرفته، بخش جامعه معاصرشه در برگرفته، بخشی از به قول معروف ارتباط و دغدغه‌های اجتماعیشو آورده و به صورت ناخودآگاه وارد حیطه کلامیش کرده، تونسته موفق باشه. یک نقاش رو هم شما وقتی اگر نگاه کنید، زمانی نقاش هست که صاحب امضا، حالا من نمیخوام این کلمه صاحب، یعنی صاحب یک لهجه خاص خودش در گفتمان بصریش هست که از اون چارچوب هایی که همیشه به ما یک تلنگری میزنه که نه اینجوری نکنی نقد میشی، اینجوری نباید حرکت کنی احتمال داره اثرت رد بشه، اینجوری حرف نزن احتمال داره بر اثر زبانی یا اون به قول قاعده های زبانی تصویر تو ایراد گرفته بشه. وقتی که از این چارچوب ها گذر میکنی، اون موقع هست که اون لایه های به قول معروف پنهانی که میتونه ساختارمندی تجربه های شما را که به قول معروف مدام داری انجام میدی که بتونی به یک راهکاری، به یک روی کردی برسی که متفاوت باشه، اونجا میتونه تحت تاثیر قرار بده. و مطمئناً اینکه
حالا بعضی ها خیلی مقیدن بر این که ما اگر بخواهیم در حوزه تجربه های ساختاریمون موفق بشیم حتما باید دانش های به قول معروف قاب شده، دانش های چارچوب داری رو داشته باشید. نه، مطمئن باشید نهایتا اگه تجربه رو شما داشته باشید در حوزه تجربه گراییتون فقط در همون چارچوب ها محدود خواهد شد و بیشتر نخواهد شد. یعنی بزرگترین دانایی که در زبان تصویر باید ما به اون برسیم اینه که چجوری بتونیم از این چارچوب ها رها بشیم، چجوری میتونیم یعنی یاد بگیریم چجوری میتونیم حل بشیم و از این چارچوب های زبانی که به قول من قاعده زندگی ما رو شکل داده رهاتر بشیم، گذر کنیم تا برسیم به اون به قول من مرزهای وسیع بی انتهایی که در حوزه ناخودآگاه ما وجود داره و مدام هم داره از بسترهای پیرازمانی و دیتاهای پیرازبانی و هم دانشهای پیرازبانی ما تغذیه میکنه و مدام برای ما چی داره؟ نوآوری داره، نوزایی داره و باززایی داره و یک زبانهای متفاوت. مطمئن باشید هر جا که شما در تجربه هاتون و در اون کارگاه کاریتون تونستید از این چارچوب ها رها بشی و یک بی‌قیدی تو فرایند کارت باشه، اون وقتی که برمیگردی نگاه میکنی میگونی اتفاقای خیلی خوبی افتاده و متنهای بصری رو شما خلق کردید که خیلی به قول معروف رهاتر، آنیتر. شاید باز هم اگه بخوای تجربه کنی دیگه اون زبان رو دیگه نتونی تجربه کنی. و من هم تو این نمایشگاه حالا بیشتر بحثم حوزه زبان هست و بحث پیرامتنیت زبان که چقدر تونسته به خانم توحیدی کمک کنه که حالا متفاوت‌تر دیده بشه. یکی از بحثایی که من خیلی برای من جالب بود اون پالت رنگی که خیلی جسورانه داره استفاده کرد و آقای اسلمی هم در موردش صحبت کرد. این رو مطمئناً برمیگرده به همون دانایی‌های پیرامتنی که داری و اینکه یاد گرفتی که چجوری اونها رو بیاری و در حوزه تجربه‌های نقاشی به قول معروف تجربهش کنی، باززایش کنی و استفاده کنی. و بچه‌ها خیلی از این جسارت‌های رنگی که اینجا هست و شاید اگر من نوعی بخوام در تابلوهام استفاده کنم، در کارم استفاده کنم، اگر بخوام این جسارت رنگی رو با این وسعت‌های رنگی، با این خلوص رنگی‌های خاصی که اینجا هست استفاده کنم، مطمئن باشه به یک اثر شاید بگم قابل توجهی نرسم. و چجور شده که خانم توحیدی تونسته استفاده کنه؟ دلیلش اینه که ایشون بخشی از فرایند دانایی و تجربه زندگیش در حوزه معماری داخلی بوده، درسته؟ معماری بوده و خود این معماری اصولاً در حوزه اون تجربه های زبانیش داره از این رنگ ها خیلی خوب استفاده میکنه، رنگ هایی که با سطوح خیلی وسیع و خلوص و با قول معروف قدرت هم وسعت های وسیعش و هم خلوص وسیعش داره استفاده میکنه رو اوورده. و جالب اینجا اینست که خام استفاده نکرده، اوورده اینجا چی کرده؟ یه جورایی همگنش کرده با فضای نقاشانه و تونسته نتیجه خیلی خوبی بگیره. یه بحث دیگه هم که هست اینه که کل ساختارمندی آثارش باز هنوز تکیه بر چی داره؟ بر همون تجربه های معمارانه دارد، گرچه توی بعضی جاها اینقدر به طرف اون فضای معمارانه رفته که تونسته یک کار متفاوتری رو ایجاد کنه، ولی بعضی جاها هم خیلی راحت‌تر ما می‌بینیم که تو همین فضا تونسته توی قاب‌های خیلی کوچکتری از این فضا تجربه‌های متفاوتی رو کسب کنه و یک زبان متفاوت‌تری که تقریباً بگم در حال رفت آمد بین تجربه‌های حوزه معماریش هست و حوزه نقاشیش هست. چرا؟ مطمئناً جاهایی که خیلی یعنی از چارچوب‌های تعریف شده حوزه گفتمان بصری تونسته خلاص بشه و وارد این فضا بشه، مطمئناً بهره برداری‌های خیلی بهتری رو کرده. این شاید خیلی از بچه‌های ما که دارن به قول معروف مدام توی کارگاه نقاشیشون دارن تجربه میکنن به این قضیه خیلی راحت‌تر رسیده باشن. چرا؟ من میخوام اینو بهتون بگم. اصولا آن چیزی که ما رو به یک فهم درستی از حیطه زبانی که شخصی باشه در آثار هنریمون میرسونه که بتونیم واقعا اهل تجربه گرایی باشیم. یعنی اینی که این فضا رو کسی درک میکنه که مدام داره کار میکنه، تو کارگاهش داره کار میکنه.
اون جاهایی که بیشتر ما میخوایم حوزه زبان تصویری رو فقط در حیطه تئوری مندیه، اون تئوری سازیه تجربه کنیم، اصلا نمیتونیم تجربهش کنیم. چرا؟ این تجربه گراییه که میگم میتونه به ما یه بازآیی و به قول نوزایی زبانی رو در آثارمون ایجاد کنه، با توجه به اون حیطه‌های پیرازبانی که از زمینه‌های دیگه به قول معروف خلاقیت همون وجود داره رو تجربه کنیم. فقط و فقط زمانی شکل میگیره که شما مدام دنبال چی باشید؟ تجربه گرایی باشید. یعنی اصلا در حیطه تئوری پردازی این شکل نمیگیره، چون بحثی است که شما زمانی میتونید از این لایه خودآگاهانه به حوزه ناخودآگاه‌های درونی خودتون که حتی خودتون هم اشراف بهش ندارید برسید که مدام تجربه کنید، انقدر تجربه کنید و درگیر تجربه گرایی باشید که بتونید از این دیواره عبور کنید. وگرنه در غیر این صورت مدام شما ذهنتون بخواید یا نخواهید درگیر زبانهای قاعده و قراردادهای زبانهایی هست که دارید روزمره ازش استفاده میکنید و شما رو احاطه کردن و به شما امر و نهی میکنن که در این چارچوب حرکت کن اگر میخواهی که به قول معروف مقبول جامعت باشی، مقبول ارتباطهای صحیح و هدفمند جامعت باشی. ولی هنر اصولاً زمانی میتونه شگفت انگیز بشه، زمانی میتونه به قول معروف یک اثر جدیدی که شاید همه رو به حیرت در بیاره که شما از همین قرارداد روزمره گذر کرده باشید، همین چارچوب‌های ارتباطی روزمره گذر کرده باشید. خود خانم توحیدی هم اینجا توی هر سطری که نوشته این رو گفته، وقتی که بحث میکنه که با عنوان یک زبان و رویکرد ارتباطی رجعت میکنه به هنر و در نهایت جایی که از همه اینها رها میشه منجر به تولید یک اثری میشه که خاص ویژگی خود این آدم رو داره، گویای به قول معروف چارچوب‌های فکری این آدم هست. بحثی هم که آقای اسلمی کرد، اصولاً زبان تصویر با زبان کلام خیلی فرق میکنه، چون زبان کلام اینقدر به خاطر اون به قول معروف کاربرد زیادش در روزمرگی های ما اینقدر درگیر قاعده های زبان کلامی هست که شاید ما اگر بخوایم یه ذره اون رو تغییر بدیم دیگه ارتباط ما دوچاره به قول اختلال بشه. ولی زبان تصویر دقیقاً برعکس این هست. زمانی که شما از اون به قول معروف خودآگاهی ها رها بشید، تازه تجربه میکنی اون زبانی که باید خودت داشته باشی. من بیشتر از این هم صحبت نمی کنم. اگر بحثی صحبتی هست من در آیه اسلمی البته بیشتر در خدمتتون هستم. در خدمتتون هستیم بچه. این عکس رو چسبونده بودم، زیرش نوشته بودم که فردا دیر است امروز کافه بخوریم. بعد همون درمان کردم گفتم این چیه مثلا نوشتی و اینا دیگه یادم نمیاد چه بلایی سر کنم. منطقه چیزی که میخوام بگم اینه که من خیلی خوششانس بودم که آقای اسلمی من همیشه مثلا گفتم که یک گره رو از ذهن من باز کردن و فکر میکنم که اون گره بوده که از عقل‌گرایی من به سمتی برم که به ناخودآگاه اعتماد کنم و اون لحظه‌ای که دارم کار میکنم مثلا اون کاری که اینجا خودشون زحمت کشیدن کاری کردن و به من یاد دادن یه جمله دارم همیشه میگن که لا ترس درگیر لا ترس بشی. آره دیگه من به این فکر نکنم که حالا به قول شما مورد قبول جامعه باشه نباشه چارچوب قضیه باشه یا نه. این خیلی به من کمک کرد. اتفاقا یه حسن دیگه هم که کار داره این که شما وقتی کلاژات عکسایی هست که معمولا تو ژورنال‌ها و روزنامه‌ها و اینا هست، یعنی نیومده یه عکس خاصی رو بذاری، عکسی که معمولا خیلی میاد قرار میگه تو سطح مبتذل جامعه معمولا،
یعنی کسایی که مردم عادی هستن. معذرت میخوام میگم مبتذل، به خاطر اینکه اونا درک درستی از هنر ممکن نداشتن. یعنی شما وقتی کلاژ رو اون دو تا تصویر که توی روزنامه بوده و خیلی خبر عادی بوده، شاید کسی هم نگاهش نکرده، برمی‌داری میذاری توی گستره اینجوری و تغییرش میدی، یعنی از آن خودت میکنی اون تصویر رو. به نظر من اونجاست که ما با یک روحی طرفیم که به نظر من این روانه اینقدر بزرگ هست که میتونه اثری رو تبدیل بکنه به اون چیزی که خودشه. این خیلی مهمه. ما معمولا اگه تو نقاشی به قول فروید ما از ترکیب تصاویر گذشته ترکیب درست جدید به وجود میاریم. شما نمیتونید از عدم که تصویر به وجود بیارید. بالاخره با تجربه کردنش صندلی رو کشیم. بنابراین من از ترکیب اونها میام تصویر جدید وجود میارم. حالا این وجود من چجوری اونها رو ترکیب میکنه؟ میدونید نمیخوام بهت بگم که واقعا بعضی موقع گفتم که بیشتر آثار دست نخوردن، فقط مخدوش شدن، ولی بعضی از آثارها واقعا کش اومده. الان اون که نشست رو صندلی، اون کش اومدگیش واقعا اون تاثیر قرار میده. خب چرا ما کش بیاد نسبت به بقیه؟ چرا دارن نگاه گذشته بازم میکنه؟ انگار گذشته یه سوالی داره تو. حتی تو اون بچه‌هایی که پشت میز نشستن انگار مدرسه برای تو یه سواله. چون که مدرسه از نظر من غیر از خراب کردن انسان‌ها چیز دیگه نیست. شما رو آماده میکنه برای سیرک که بتونید تو سیرک کار بکنید. مدرسه کار به خلاقیت نداره. مدرسه اصلا معلم کارش این نیست که تو خلاقیت رو اضافه کنه. معلم یه سری دانش می‌ریزه اینجای شما که بعداً توی جامعه کاربردی داشته باشه. ولی شما داری از اون گستره گریز می‌کنی. شما چیزی رو داری نشون میدی که همون ویژگی‌هایی که تو مدرسه تو رو می‌خواسته اذیت کنه. انگار یه شیر رو گرفتی، حالا آوردیش توی سیر، داری آموزشش میدی که بعداً مثلا روی طناب راه بره یا مثلا تو شعله آتش بپره. تو اونجا داره اذیتت می‌کنه، نشون میدی که اون ویژگی نیست که خب چون یه انسان هست، یه انسانی که داره چه کار میکنی؟ گریز میکنی از گله. نمیخوایم مثل گله باشی بقول نیچه. خب گله اینجوری میاد میره و تاثیر رو زندگی نداره. شما داری توجه میکنی. انسان که میدونه اما درگیرش. نگاه کنید، من میدونم که باید برم مدرسه، ولی میدونم که این مدرسه چقدر خشنه، میدونم چه تأثیر بدی ممکنه روی دانش آموز داشته باشه. متوجه نشیم با کسی که نمیدونه زمین تا آسمون فرق می‌کنه. شما اون دانایی رو تو این داره به ما نشون میدی. حالا ممکن ناخودآگاه باشه، هر چیز باشه، متصل شده باشه، ولی این قضیه به نظر من یکی از ویژگی‌های موفقیت آمیز کار تو هست که میتونی یه تیکه از زندگی رو برداری بیاری گوشه نمایشگاه. فرق نمی‌کنه با توالت دوشان میاد یه توالت میاره میذاره اینجا به عنوان اثر هنری. میخواد بگه آقا این واقعیتاً هنره، تو میتونی به عنوان یه اثر هنری بهش توجه کنی، یه جور دیگه ببینیش، حتما که نباید شما مثل همه ببینی. آره. بنابراین تو یه جور دیگه دیدی این رو. میدونی هزاران بار این ژورنال جلو من بوده ولی شاید ندیدمش. الان دارم میبینمش که یک جور دیگه هم میشده این باشه. این آدما میتونست یه جور دیگه هم باشه تو این نقاشی. این به نظر من خیلی خیلی جرأت میخواد و جسارت که تو وجود داره. ربطی به من نداره. من شاید یه راهنمای کوچولو بوده ولی اون بقیه‌اش مرتبط با خودت. این خودتی به نظر. مرسی. خیلی خوشحال شدم. یکی از رویکردهای کار جسارتشه. همین جسارت گذار از خودآگاه به حوزه ناخودآگاه به تو کمک میکنه که یک تجربه و نوزایی زبانی رو در حوزه تصویر داشته باشی که بتونه زاینده باشه، یعنی تولیدگر باشه، تولید کنه از همه اون چیزی که شاید به عنوان یک دغدغه، شاید به عنوان یک نقطه طلایی، شاید به عنوان یک نقطه تاریک در گوشه ذهن تو هست و همین اینها هم نشون میده دیگه، برمیگرده یک تجربه ای رو از حوزه گذشته های تو از دوره مدرسه‌ت برمی‌داره میاره، یکیش نه شاید مال همین تجربه دیروزت از زندگی باشه، یه بخش شاید مجموعه حوزه تخصصی کار تو باشه، یکیش بخشی از فرایند به قول معروف دغدغه‌های آینده تو باشه. به هر حال وقتی که ما این قاب را برمی‌داریم، یعنی این قاب را میشکنیم، دیگه خیلی راحت میتونیم چی کنیم؟ حرکت کنیم به گذشته، به آینده، به حال و تمام لایه‌ها رو به قول معروف در نوردیم تا بتونیم یک جور دیگه ببینیم، یک جور دیگه خلق کنیم و با یک زبان دیگه حرف بزنیم که برای دیگران شاید یک کمی شگفت‌آور